اینجا سراوانه، یکی از بزرگترین محل‌های دپوی زباله در گیلان، در میان جنگل سرسبز با ارتفاعی در حدود 110 متر. مسئله نابودی و بازیافت زباله در خیلی از کشورهای جهان کاملا حل شده و محیط زیست اون کشورها رو تهدید نمی‌کنه. اما چرا در ایران این موضوع به یک معضل تبدیل شده؟ گیلان به دلیل داشتن فعالین محیط زیست دلسوز همیشه توانسته مطالبه گری کنه و گروه‌های محیط زیستی مردم نهاد سعی در آگاه سازی مردم دارند. نبود زیرساخت‌های لازم، عدم مدیریت پسماند، برخورد سلیقه‌ای مسئولان با بحران زباله و ورود سالانه میلیون‌ها مسافر به گیلان از عوامل جدی این بحران به شمار میره. اما سوال اینجاست: چه کاری میشه انجام داد تا کمکی کرد به این وضعیت نابسامان؟ کسانی که در شهرها زندگی میکنن میتونن با تفکیک زباله از مبدأ باعث کاهش حجم زباله بشن و کسانی که ساکن روستا هستن با یک راهکار ساده میتونن زباله ها رو نابود کنن. یک گودال بزرگ به قطر 80 در 80 و عمق زیاد حفر کنید. زباله هایی تر که جذب خاک میشن و داخلش بریزید و مقداری خاک روی زباله ها قرار بدید. برای دفعه بعد مخلوط قبلی رو کمی هم بزنید تا هوا بکشه و دوباره زباله و خاک بریزید. بعد از مدتی شما یک خاک غنی حاوی کود ارگانیک خواهید داشت که میتونید برای گیاهان استفاده کنید. زباله های خشک هم که فروخته میشه. اینطوری میتونیم حجم زباله در روستاها رو هم کاهش بدیم.